ببخشید. The sun is shining bright like a color. ببین من اولاشو دوست ندارم، کلا اول هر چیزی دوست ندارم. اینجوری کنی 6 ماه بعد چرا بچه مثلا 6 ماه بعد خیلی با زیاد شدی. شدم خودت یا خودت Summer style back. The breeze is playing soft. دوستم یه چیز عجیب ببینم. آلمانی‌ها میگن وقتی خورشید اینجوری میاد رو صورتت یعنی داره بوست میکنه و اون روز برات اتفاقای خوب میفته. منی که 99% زندگیم در حال پیاده روی و ماچ بازی با خورشیدم. البته من ماهو بیشتر دوست دارم. ببخشید. Through the palm trees loft, seen it whisper secrets of each land. من از اونام که تو جمع آدما انرژی از دست میدم ولی توی همچین جایی با پیاده روی انرژی میگیرم. یعنی لازمه بیام اینجا انرژی بگیرم بعد برم مثلا خیابون. منظورم تو جمع دوست و اینا نیست، مثلا همین خیابون اردی پاساژگرد و اون انرژی رو پس بدم. و همین خاطر مورد علاقه هم اینه که بیشتر بیام این جور جاها تا برم اون جور جاها. مثلا این جور جاها 5 بار در هفته، اون جور جاها 1 بار در هفته. بیبی سرد خونه بیبی. وای خدا رو شکر کام سالمه. یا ابوالفضل میان. نه به بالا اومدنش هم فکر کن. برو فکر نکن. باشه میرم. چون 2 تا پای سالم داریم. خدایا شکرت. پس با این پاها میدویم، این پاها راه میریم، با این پاها جاهای جدید کشف میکنه. ده دقیقه آرامش. من چشمو میبندم بیشتر میترسم، واسه همین چشمامو باز میذارم و اون نفس هم تمرکز میکنم. یکی از کارهای عجیب دیگه که به من انرژی میده پارس کردن. مثلا یه وقتی که پرم یا خیلی خوشحالم یا خیلی عصبانیم پارس که میکنم حالم خوب میشه. عجیبه. اصلا کلا حال خوبی های عجیبی دارم. خیلی عجیب حالم خوب میشه. باشیم بریم سر خونه زندگیمون. الان هوا تاریک میشه بعد ما خودمون رو خس میکنیم بعد دیگه میگم چه غلطی کردیم اومدیم. خلاصه که عرضم به گل نازتون این بود 1.5 ساعت پیاده روی من در جنگل خاصی نبود. جنگل بود دیگه. جنگل چیه که باید خاص باشه؟ جنگل خاص و غیر خاص نداریم که. و این طبیعت محشر خدای شکرت. در آخرم همیشه خدای شکرت برای داشته هایمان. داشته خودمو میگم حالا مثلا حتی نداشته هایم و در آخر پاهایم مایی. The sun is shining bright like